خیانت همیشه با یه پیام مخفی یا یه قرار یواشکی شروع نمیشه. گاهی فقط با چند تا جمله شروع میشه. جمله هایی که اونقدر عادی به نظر میان که خیلی از ما اصلاً بهشون شک نمی‌کنیم. امروز میخوایم 7 جمله ای رو ببینیم که روانشناسا میگن تو بعضی از رابطه هایی که پنهانکاری یا خیانت وجود داره بیشتر شنیده میشن. سایکولا. داری زیادی حساس میشی. گاهی به جای اینکه به نگرانی طرف مقابل جواب داده بشه، سعی میشه مشکل از خود اون شخص نشون داده بشه. اگه این اتفاق مدام تکرار بشه، کم کم ممکنه آدم حتی به احساسات خودش هم شک کنه. تو با کسی نیستی؟ ندیدی سر میز مجردا بودن؟ فقط یه دوست معمولیه. داشتن دوست چیز عجیبی نیست، اما وقتی درباره یه رابطه شفافیت وجود نداشته باشه و هر سوال ساده‌ای با این جواب تموم بشه، بهتره فقط به جمله‌ها نگاه نکنی، رفتارها رو هم ببینی. تو زیادی شکاک شدی. گاهی به جای اینکه درباره اصل موضوع حرف زده بشه، همه تمرکز میره روی اینکه طرف مقابل آدم بی‌اعتماد یا بدبینیه. این کار معمولاً گفتگو رو سخت‌تر میکنه، نه راحت‌تر. چیزی برای پنهان کردن ندارم. این جمله میتونه کاملاً واقعی باشه، اما اگه همزمان شفافیت کمتر بشه، جواب سوالا مبهم باشه یا رفتارا عوض بشن، فقط همین جمله برای قضاوت کافی نیست. فقط سرم شلوغه. همه ما یه وقتایی واقعاً سرمون شلوغه، ولی اگه همیشه فقط برای یه نفر وقت نباشه، شاید مسئله فقط مشغله نباشه. شاید اولویتاً تغییر کرده باشن. داری الکی داستان میسازی. وقتی نگرانیای یه نفر مدام بی اهمیت جلوه داده بشه، کم کم اعتماد از بین میره. رابطه سالم جاییه که آدم بتونه بدون ترس درباره احساسش حرف بزنه. بین ما هیچ اتفاقی نیست. این جمله ممکنه کاملاً حقیقت داشته باشه، اما چیزی که اعتمادو میسازه فقط حرف نیست. رفتار آدماست که مشخص میکنه واقعاً چه اتفاقی داره میفته. یادت باشه هیچ رابطه یا نباید فقط با چند جمله قضاوت کرد. اعتماد از رفتارهای کوچیک ساخته میشه و با همون رفتارهای کوچیک هم از بین میره. آدما رو بیشتر با هماهنگی بین حرفا و رفتارشون بشناس، نه فقط با قولایی که میدن. به نظر تو کدوم یکی از این جمله ها از همه خطرناکتره؟ توی کامنت ها برام بنویس. سایکولا.